درود بر شما دوستان. بین دوستا و آشناهامون میبینیم که ازشون چیزی که میخوایم اصولا از کلمه این که دیگه حافظم یاری نمیده یا یادم نمیاد زیاد میشنویم، به خاطر سردی مغز، به خاطر اینکه سردی ها رو زیاد مصرف میکنیم، به خاطر آلاینده ها. اینا همش باعث شده که مغزمون سرد بشه، یه مقدار حافظه ها ضعیف بشه. براتون یک نسخه خیلی عالی آوردم که این نسخه منسوب به آقای امام رضاست. عرضم به خدمت شما که هلیله ها، هلیله سیاه، هلیله کابلی و هلیله زرد. هلیله زرد بدون هستش، اینا رو باید به اندازه مساوی ترکیب کنید، آسیاب کنید و با مقدار عسل مخلوط کنید. 2 هفته بگذارید در یک مکانی که نور نخوره، تاریک باشه. بعد از